درود بر شما. تو این ویدیو من مراحل ساختن اکانت رایگان اژور رو با شما مرور خواهم کرد. با داشتن حساب رایگان اژور شما به سرویس های اژور به مدت 1 سال دسترسی خواهید داشت. با این حساب کاربری اژور به میزان $200 هم به شما کردیت میده که این کردیت رو میتونید صرف سرویس هایی بکنید که رایگان نیستن. این $200 اعتبار داره، اعتبارش 30 روز از روزیه که اکانتتون رو درست میکنید و بعد از اون از بین میره. برای درست کردن اکانت ما ابتدا وارد یه براوزر باز میکنیم و تایپ میکنیم azure.microsoft.com/free. انتر رو که بزنیم میره داخل یه پیج باز میشه از سایت مایکروسافت که دوتا آپشن داره. یه دونه پی از یوگو داره برای وقتیه که ما میخوایم یه اکانت برای سازمان شرکتمون درست کنیم و هزینه سرویس هایی که استفاده میکنیم رو پرداخت کنیم. یه دونه هم داریم برای ترای اژور فور فری، برای همون منظوریه که الان داریم انجام میدیم، یه اکانت رایگان برای اینکه بتونیم تمرین های اژور رو داخلش یا کارهای عملی رو که توی ویدیوها من به شما میگم رو انجام بدید. پس این ترای اژور فور فری رو من کلیک میکنم روش. میاد به یه صفحه‌ای که میگه مایکروسافت اکانت اگر داری ساین این کن، ولی ما میخوایم یه دونه جدید درست کنیم. پس این کرییت وان رو من اینجا کلیک میکنم. میگه که ایمیل ادرس رو وارد کن. من ایمیل ادرس رو وارد میکنم، بر ایمیل ادرسی که میخوام براش درست کنم. پسورد میخواد. تاریخ تولد میخواد. یه تاریخ تولد همینطوری میزنم. و یه کد میفرسته به ایمیلی که وارد کردم و باید الان اون کد رو از تو ایمیلم باز کنم و اون کد رو وارد کنم تا وریفای بشه که من به این ایمیل دسترسی دارم یا در واقع این ایمیل مال منه. بعد میخواد ما ثابت کنیم که ربات نیستیم. یه تستی داره که ما باید این ماشین رو بچرخونیم در جهت این دوتا انگشتی که توی تصویر سمت چپ نشون میده. الان تقریبا همون جهته. سابمیت میکنم. وریفای شد. اطلاعاتم رو وارد میکنم. تلفن رو هم باید وریفای کنیم. یه کد میفرسته، اون کد رو باید اینجا وارد کنم و بعد آدرس رو باید وارد کنم. این تیک اول رو باید با کاستمر اگریمنت به اصطلاح بگم که موافقم. دو تا تیک بعدی نیاز نیست وارد بشه.
یه جایی ایراد داریم. اینو به اول باید وریفای میکرد. خب الان یه اطلاعات کردیت کارت لازم داره. این کردیت کارت رو شارژ نمیکنه، فقط اگر بیشتر از اون $200 به اصطلاح استفاده کنیم یا اینکه از اون 1 ماه بگذره، در اون صورتی که ممکنه که نه، در اون صورت شارژ خواهد کرد. میخواد که مالتی فاکتور اتنتیکیشن رو فعال بکنیم. برای لاگین فقط یوزرنیم پسورد نخواهد بود، یک چیز دیگه میتونه برامون بفرسته به ایمیلمون یا اینکه به یه طریق دیگه، مثلا از این اپ های اتنتیکیتور. بله، کد رو فرستادن. خب اینجا میگه که بگید که راضی هستید از این مراحل ستاپ یا نه. بعد میاد میگه که you are ready to start with Azure، یعنی اینکه ما دیگه اکانت فریمون درست شده و $200 هم کردیت داریم. اگر این go to Azure پورتال رو بزنیم، ما رو میبره به پورتال اژور و اونجا میتونیم ببینیم که چه سرویس هایی داره. یک کویک استارت سنتر داره که اونجا میتونید اینها رو در واقع بعد از اینکه لاگین شدید وصل بشید و به شما بخش‌های مختلف اژور رو نشون میده و اینکه چطوری میتونید کاراتون رو انجام بدید، هزینه‌هاتون رو ببینید و دیگه غیره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سپاسگزار میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید. همینطور ساپورت و پشتیبانی و کمک بزرگیه که کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید که اونها هم به جمع مخاطبین ما اضافه بشن. تا ویدیوی دیگر با سپاس فراوان، بدرود.